داد زدم، از خونه زدم بیرون، همسایه ها ریختن توی خونه. من دیگه نفهمیدم چی شد. انگار تو عالم دیگه ای بودم. وقتی به خودم اومدم دیدم توی درمانگاهم. نرگس خانوم با گریه بهم نگاه میکرد و گفت تو یه روز هم مادرتو از دست دادی هم همسرتو. من هانیم. پدر و مادرم از اینایی بودن که سالها در انتظار بچه بودن، اما نمیتونستن. هر راهی رو رفتن اما نمیشد که نمیشد. تا اینکه یه روز مادر پدرم بهش میگه که باید دوباره ازدواج کنی تا برامون نوه بیاری، اما پدرم چون خیلی عاشق مادرم بود قبول نمیکنه. برای همین دست مادرم رو میگیره و به یه شهر غریب میرن. پدرم 53 سالش بوده و مادرم 48 سالش. در کمال ناباوری مادرم منو باردار میشه. وقتی پدرم این خبر رو برای مادر و پدرش میبره، اونا میگن ما دیگه تو رو نمیخوایم. اون روزای جوانی رو میخواستیم که باهامون قهر کردی و رفتی. حالا چه به دردمون میخوره؟ پدرمو از ارث محروم کردن. از خانواده مادریم بگم که من فقط یه دایی داشتم که تو جوانی از دنیا رفت. پدر و مادر بزرگم وقتی من خیلی بچه بودم از دنیا میرن. نوجوان بودم که یه شب پدرم میخوابه و دیگه صبح بیدار نمیشه. من و مامانم تنها شدیم. هیچ کسی رو نداشتیم. مادرم زن قوی و جسوری نبود. همش قصه میخورد و گریه میکرد. از دار دنیا فقط یه خونه کوچیک داشتیم. مامانم همش خدا خدا میکرد که یکی بیاد خواستگاریمو ازدواج کنم. یه همسایه داشتیم، نرگس خانوم. خیلی با مامانم دوست بود و تنها کس و کار مادرم بود. یه روز نرگس خانوم با خنده و شادی اومد خونمون و گفت مژده بده، یه خواستگار خوب برای دخترت پیدا شده. منم خب چه میفهمیدم شوهر چیه، ازدواج چیه. یه شب مهدی و خانواده‌اش اومدن خواستگاری. نرگس خانومم باهاشون بود. من فقط به خاطر مادرم دلم میخواست ازدواج کنم. برم و تا شاید کمی از ناراحتی مامانم کم بشه. هیچی از معیارهای ازدواج و خصوصیات همسر و این چیزا حالیم نبود. مهدی کارش خیلی خوب بود. خارج از کشورم بود. وضع مالی خوبی داشت. خونه و ماشینم داشتن و پول و پلم زیاد داشتن. مادرم گفت الهی شکر، با همین ازدواج کن برو، بهتر از این گیرت نمیاد. منم که از قد و بالا و چهره فوق‌العاده زیبای مهدی خوشم اومده بود، هم میدیدم مادرم میخواد زودتر منو شوهر بده. نگفتم و در عرض 1-2 ماه بدون پرسجو عقد کردم و بعد هم ازدواج کردیم. خودش عروسی گرفت، خودش جهاز داد، آدم خوبی بود. هیچ وقت ناراحت نمیشد، صداش بالا نمیرفت و مهربون و دست و دلباز بود. برام همه چی تهیه میکرد. اوایل خیلی عاشقش شدم، از بس که بهم عشق میداد و محبت میکرد. مهدی کارش اینطوری بود که سال چند ماه باید میرفت خارج، بعدم برمیگشت. وقتی هم که میومد حسابی برای من بریز و بپاش میکرد. هر چی که میخواستم تهیه میکرد. هر وقتم مهدی نبود من مادرمو میآوردم پیش خودم زندگی کنه. زندگی برام خیلی شیرین بود. فقط تنها مشکلم این بود که منم نمیتونستم مادرشم. مادرم خیلی از این بابت ناراحت بود. مامانم هر روز دست منو میگرفت و میبرد این ور و اون ور تا شاید راهی پیدا بشه منم بتونم بچه دار بشم. اگه بخوام انصاف به خرج بدم، خانواده همسرم اصلاً تو کارای من دخالت نمی کردن. اصلاً کاری به کار من نداشتن. اما مادرم دلواپس بود. 3 سال از زندگی من و مهدی میگذشت. یه روز مادر مهدی زنگ زد و بازاری گفت به خونمون زنگ زدن و گفتن مهدی از دنیا رفته. توی راه ماشین زده بهشون. چیزی که میشنیدم باورم نمیشد. همونجا از حال رفتم و روی زمین افتادم. مادرم طفلی که حال بد منو دید اومد سمتم و گوشی رو گرفت و از مادر شوهرم پرسید چی شده. مامانم هم که شنید چه اتفاقی افتاده و چه بلایی سر مهدی اومده، یه دفعه شوک زده میشه. اونم افتاد رو زمین.
فریاد زدم و هول شدم و از خونه زدم بیرون. همسایه‌ها که صدامو شنیدن ریختن توی خونه. من دیگه نفهمیدم چی شد. از بس شوکه بودم. شوک بعدی بهم وارد شده بود. کلاً انگار تو عالم دیگه‌ای سیر می‌کردم. درست یادم نیست اون روزا داشت چه اتفاقی می‌افتاد. فقط به خودم اومدم و دیدم که توی یه درمونگاه نرگس خانم با اشک بهم نگاه می‌کرد و سرش رو به نشونی افسوس تکون میداد و گفتم چی شده نرگس خانم؟ خاله نرگس زد زیر گریه و گفت تو یه روز هم مادرتو از دست دادی هم همسرتو. وقتی این حرفو شنیدم دوباره حالم بد شد. همه ریختن دورم. دیگه هیچی از اون موقع یادم نمیاد. کلاً انگار تو خواب و بیداری بودم. انگار خواب بودم. مادرم و مهدی رو تو یه روز از دست دادم. من شدم تنها ترین آدم این دنیا. تنها کسی که داشتم خاله نرگس بود و خانواده همسرم. انگار مهدی و مامانم با رفتنشون کل زندگی منو هم با خودشون برده بودن. به خاله نرگس گفتم حالا چی کار کنم؟ خاله چند تا بچه داشت. هر کدوم سر زندگی خودشون بودن و خیلی کم بهش سر می زدن. به هم گفت بیا پیش من. منم قبول کردم و رفتم پیش خاله. خیلی سنم کم بود ولی از بس غصه خورده بودم. عین یه آدم پیر بودم. خانواده مهدی هم یهو غیبشون زده بود و اصلا نمیدونستم کجا هستن. نمیدونستم چی به سرشون اومده. یه روز رفتم دم خونه‌شون و فهمیدم خونه رو فروختن و از اونجا رفتن. خاله نرگس تو اتفاقی که سر من اومده بود خودشو مقصر میدونست. برای همین سعی میکرد برام مادری کنه. ازم مراقبت کنه. اما خب خاله وضع مالی آنچنان خوبی نداشت. من خودم ناراحت بودم و خجالت میکشیدم. یه روز به خودم گفتم پاشو که هیچ کس جز خودت نمیتونه کمکت کنه. با اینکه خاله مخالف بود که من کار کنم و ازم میخواست کنارش بمونم و به قول خودش یه لقمه نون با هم بخوریم، اما من رفتم و اسمم رو توی یه شرکت خدماتی نوشتم. مشغول کار شدم. از اول صبح تا نصف شب کار میکردم. من 3 سال شبانه روز کار کردم. یه وقتا تا صبح خوابم نمیبرد. انگار اینم بخت من بود. نه مادری، نه پدری، نه شوهری. انگار خدا سرنوشتم و اینجور نوشته بود. تنها و بیکس. همه چیز روال عادی رو داشت و من روز به روز خسته تر می شدم. تا اینکه یه روز منو فرستادم به یه خونه برای کار. صبح تا ظهر یه خونه خیلی بزرگ و مثل قصر بود. وارد که شدم یه خانم ریزه میزه و مسن جلو روم ظاهر شد. اما خیلی اون خانومه به خودش رسیده بود. عجیب و غریبم رسیده بود. راستش حس خوبی بهش نگرفتم. فکر میکردم اونم حس منو فهمید، چون تا آخرین ثانیه‌ای که اونجا کار میکردم حتی یه بارم به هم روی خوش نشون نداد. این اولین خونه‌ای بود اینقدر نامرتب بود. تا اون روز هیچ خونه‌ای نرفته بودم این حد بی نظم باشه، در هم بر هم ریخته باشه. اصلا یه جوری بود. با خودم فکر کردم اهالی این خونه کیان؟ چطوری اینجا زندگی میکنن؟ چطور میتونن اینجا پا بذارن؟ دوباره به خودم گفتم اگه من چنین خونه‌ای داشتم دیگه غمی نداشتم. داشتم. بعد تو دلم یه پوزخندی به خودم زدم و گفتم آخ هانیه، تو کجا و این خونه کجا؟ انگار خدا هم برای آدمای به درد نخور بیشتر خوشی میخواست. تا ظهر تو اون خونه پریدم و تمیزکاری کردم. تک تک اتاقا رو مرتب کردم. خانم تمام خونه رو چک کرد و گفت خوب شده. بعد یک کلید طلایی رنگ آورد و در یکی از اتاقا رو که انگار خیلی براش اتاق مهمی بود و باز کرد و گفت اینجا رو هم تمیز کن. وقتی وارد اتاق شدم ترسیدم. اینقدر که اتاق بزرگ بود.
دیوارا همه کاغذ دیواری بودن. سقف اتاق خیلی بلند بود. یه تخت 2 نفره اون وسط خودنمایی میکرد. تاج طلای تخت و روکش قرمز مخملش آدم و یاد تخت پادشاه ها مینداخت. اما وسط اتاق انقدر ریخت و پاش بود که خوشگلی این اتاق محشر اصلا به چشم نمی اومد. به سرعت شروع به تمیزکاری کردم. برام قابل باور نبود. حتی وسط اتاق پر پوست پرتقال و سیب و میوه بود. سطل زباله اتاق پر بود. بوی تعفن میداد. فاجعه بود. شروع کردم جمع جور کردن. چند ساعتی طول کشید. حالا نوبت کشوها بود. رفتم سر وقت یکیش. یه قاب عکس توش بود. قاب عکس برعکس توی کشو بود. من خیلی کنجکاو بودم که ببینم کی تو این خونه زندگی میکنه، کیا با این شرایط کنار میان. اصلا آدمی نبودم که وقتی میرم توی یه خونه‌ای فضولی کنم، اما این یکی واقعا کنجکاوم کرده بود. عکس رو اینوری کردم و خواستم بهش دستمال بکشم که یهو شوکه شدم. همین خانومه بود با میکاپ و لباس خیلی زیبایی. در کنارش آقایی بود. چشمامو ریز کردم. باورم نمیشد. این مرد چقدر شبیه مهدی بود. اینقدر شبیه بود که یه لحظه حس کردم دنیا از حرکت ایستاده. من محو تماشای عکس بودم که خانم وارد شد و با صدای نسبتا بلندی گفت به چی نگاه میکنی؟ سرت پی کار خودت باشه. فوری خودم رو جمع جور کردم و گفتم میخواستم این قاب رو تمیزش کنم. با تردید به هم زل زد و گفت نه اون تمیزه ولش کن. یه نگاه به دور و بر اتاق کرد و گفت درسته به خوبی خدمتکار خودم نیستی اما کارت هم بد نبود. وقتی دید دارم بهش نگاه میکنم گفت چیه؟ چیز عجیبی تو صورتم دیدی؟ گفتم نه خانم. یه دسته پول جلو روم گذاشت و گفت بیا اینم دستمزدت. به سلامت. فوری پولو برداشتم و بدون هیچ حرفی راه افتادم و رفتم. تمام مسیر رو تا برسم خونه فکر کردم و ذهنم درگیر بود. خدایا یعنی اینی که من تو عکس دیدم چی بود که اینقدر شبیه مهدی بود؟ نکنه داداش دوقلویی چیزی داشته؟ اون روز داشتم عقلمو از دست میدادم. نفهمیدم چطور رسیدم خونه. خاله نرگس تا منو دید گفت چی شده هانیه؟ خوبی؟ گفتم خاله خانواده مهدی راستگو نبودن. آره. خاله نرگس با تعجب نگام کرد و گفت دورت بگردم. چی شده؟ شاید من بتونم کاری برات بکنم. اتفاقی افتاده؟ هر چیزی که اتفاق افتاده بود و برای خاله تعریف کردم. خاله نرگس با حیرت به هم زل زده بود و حرفامو گوش میداد. وقتی صحبتام تموم شد توی فکر فرو رفت و گفت یعنی میگی اون عکس خود مهدی بود؟ گفتم نمیدونم اما اونقدر شبیه مگه میشه؟ خاله نرگس گفت هانیه من تو این سالها شاهد بودم که چه اتفاقاتی برات افتاده، چه چیزهایی کشیدی، چطور زندگی رو گذروندی. این همه اتفاق حق تو نیست. برو دنبالش. مطمئن شو اگه اینی که دیدی خود مهدیه از سرش نگذر. برو دم در خونه‌شون ببین خودش یا نه. گفتم چطوری؟ خاله نرگس چپ چپ نگام کرد و گفت چطوری نداره؟ پس برو بنشین در خونه‌شون. برو ببین کی میاد کی میره چه خبره. یهو بغض کردم گفتم خاله اگه واقعا مهدی باشه. خاله نرگس گفت هیچی دیگه. اگه خدا بخواد واقعا مهدی باشه تقاص همه این سالا رو ازش میگیری. اینجوری که میگی وضع مالیشون هم خوبه دیگه ناراحتی نداره. برو دنبالش. به امید خدا که درست دیده باشی. اون روز با خاله نرگس تصمیم گرفتیم که من از فردا برم دم در خونه‌ای که فکر میکردم مهدی توشه. از صبح تا شب کشیک میدادم. صبح یه ماشین شیشه‌ای دودی شاسی بلند از خونه میرفت بیرون. شب برمیگشت. چون شیشه ها دودی بودن نمیتونستم ببینم کی توشه.
تا اینکه یه صبح ماشین که از خونه بیرون اومد شیشه پایین بود. من همون مرد رو که فکر میکردم مهدیه دیدم و با خودم گفتم چطور باید با این آدم روبروشم؟ اون روز که هیچ کاری نکردم، اما بعد از مشورت با خاله نرگس و چند روز فکر کردن بالاخره تصمیم خودم رو گرفتم. یه روز وقتی اون ماشین کذایی از خونه اومد بیرون، رفتم جلو و در ماشین رو باز کردم و پریدم تو ماشین. نشستم بهش زل زدم و گفتم مهدی. اون آقا رو کرد بهم، شوکه گفت مهدی کیه؟ با شنیدن صداش دیگه مطمئن شدم خودشه. جیغ زدم کجا بودی این همه سال؟ چرا به من راستشو نگفتی؟ چرا خودتو قایم کردی؟ چرا این بلاها رو سرم آوردی؟ اولش یک کم مقاومت کرد، ولی وقتی دید دارم سر و صدا میکنم و حاضر نیستم کوتاه بیام، آروم شد و گفت باشه سر و صدا نکن، بیا بریم یه جای خلوت تا بهت همه چیزو بگم. گاز ماشین رو گرفت و رفت 2-3 تا محله پایینتر رو جلوی پارکینگ نگه داشت و شروع کرد به حرف زدن. گفت هانیه به خدا چاره نداشتم، باید این کارو میکردم. قصهش مفصله، صبر کن گوش بده بهم، ببین حق میدی یا نه. گفتم بگو. سر و پا گوشم. سرشو پایین انداخت و گفت من وقتی خیلی سنم کم بود با نسرین دوست شدم. نسرین اون موقع تازه همسرشو از دست داده بود. منم خیلی جوان بودم و پر از شور و شوق جوانی. احساساتم غیر قابل کنترل بود. خودمم نفهمیدم. والا نفهمیدم چی شد که اینجوری با نسرین یکی شدم. من و نسرین دیگه مدام با هم بودیم. از طرفی هم نسرین ثروت هنگفتی از شوهرش بهش به ارث رسیده بود. چپ و راست به من میرسید و نمیذاشت از نظر مالی هیچ مشکلی داشته باشم. بخوام راستشو بگم عادت کرده بودم به کمک‌های نسرین. دیگه خیلی تنبل شده بودم. یعنی نسرین شده بود همه زندگی من. اگه نبود منم نمیتونستم زندگی کنم. خانواده‌ام از ماجرای نسرین بو برده بودن. من حدود 20 سالم بود بابام که اینو دید اومد و منو از خونه بیرون کرد. من اومدم رفتم خونه نسرین و نسرین شد همه کاره من، پناهم، مراقبم بود. نسرین تمام زندگی من رو میچرخوند. همه مخارج من رو تأمین میکرد. مشکلاتم رو حل میکرد. اما هرچی بزرگتر میشدم بیشتر متوجه رفتارهای زننده نسرین میشدم. نسرین حسود بود. به شدت روی من حساس بود. مدام گوشیمو چک میکرد. نمیذاشت بدون اجازهش حتی یه لیوان آب بخورم. من هم که بهش احتیاج داشتم و راهی نداشتم جز اینکه اطاعت کنم. منم برای اینکه خانوادم رو ساکت کنم، به هم چیزی نگن و گیر ندن، وقتایی که پیش نسرین بودم میگفتم یه کار پیدا کردم که باید مدام برم خارج. تا اینکه مادرم برای اینکه مطمئن بشه که من دیگه فکر نسرین رو نمی کنم اومد و گفت باید ازدواج کنی. چه معنی میده که عزب بمونی؟ من هر سری یه بهونه می آوردم تا اینکه یه روز به هم گفت برادی دختر خوشگل پیدا کردم، بیا بریم خواستگاری. برای اینکه مادرم دست از سرم برداره قبول کردم و اومدم خواستگاریت. میخواستم بیام ببینمت، یه بهونه بیارم و بگم نمیخوام، اما همین که دیدمت چنان به دلم نشستی که نتونستم بگم نمیخوام. اما اگه نسرین میفهمید یه بلایی سر من یا سر تو حتما میآورد. میشناختمش. با وجود نسرین نمیشد. دیدم بهترین راه اینه که واقعیت رو به نسرین بگم خانوادم از من میخوان ازدواج کنن. کسی هم که میخوام باهاش ازدواج کنم سطحش خیلی پایینه و بی کس و کاره و زشته. یه مدت باهاشم و بعد هم ازش جدا میشم. نسرین هم ناچار قبول کرد، اما وقتی ازدواج کردیم تو رو دید حسادتش خیلی بیشتر شد. آخه تو خیلی خوشگل و جوونی. برای همین گفت که باید هر جوری شده از شرش خلاص شی. با بغض به مهدی نگاه میکردم. بهش گفتم چرا خوب جدا نشدی؟ چرا با هم این کارو کردی؟ چرا کاری کردی که مادرم از دنیا بره؟ مادرم تا شنید تو فوت شدی یه دفعه پس افتاد. چرا خانوادت غیبشون زدش؟
گفت نسرین خیلی حالش بد بود و میگفت باید هرچه زودتر از این ازدواج دست بکشی، اما میگفت اگه جدا شی هانیه ممکنه باز بیاد سراغ تو، منم نمیتونم تحمل کنم. برای همین باید یه کاری کنی که خیال کنه تو از دنیا رفتی و دیگه تو نیستی. اولش نمیخواستم به حرفش گوش بدم، خیلی هم ازش سرد شدم، اما وقتی گفت که اگه این کارو نکنی خودش میاد و همه چیز رو میگه، تصمیم گرفتم به حرفش گوش بدم. جدای از اون والا با یه عالمه سفته‌ای که دستش داشتم گفت اگه به حرفم گوش ندی اون وقت میبینی با این سفته ها چی کار میکنم در خونتون. حالا ببین دیگه چاره‌ای نداشتم، تصمیم گرفتم به حرفش گوش بدم، وگرنه که من عاشق تو بودم. داد زدم و گفتم تو عاشق من بودی؟ تو میدونی من تو این همه سالها چی کشیدم؟ میدونی من بدون خونه بدون پول چه جوری سر کردم؟ میدونی چه اتفاقایی برام افتاده؟ اصلا تو میدونی من چجور تو رو پیدا کردم؟ من اومده بودم برای نظافت خونه تو و نسرین. من توالت خونه تو و نسرین رو شستم. میفهمی من به خاطر تو به این روز افتادم. همین جور که اشک میریختم مهدی دستم رو گرفت و گفت منو ببخش. نگران بودم بهت نزدیک بشم نسرین یه بلایی سرت بیاره. تو نمیشناسیش، من خیلی چیزا تو این مدت ازش دیدم. اصلا آدم خوبی نیست، به شدت باید نگران کاراش بود. نسرین خیلی آدم داره و خیلی کارا از دستش برمیاد. من چاره نداشتم، پدر و مادرم هم قایم کردم، از تو هم قایمشون کردم تا مشکلی برای هیچ کدوم پیش نیاد. داد زدم اینا همش بهونه است. من آب از سرم گذشته، میرم دادگاه و حالا وایسا تو باید بیای توضیح بدی، باید بگی چرا این کارو کردی. اونا دیگه این همه بهانت رو قبول نمی کنن. مهدی گفت این کارا چیه؟ ببین منو بهت خونه میدم، هر چی بخوای میدم، ولی اگه این کار رو بکنی چیزی دستتو نمیگیره. بشین فکرتو بکن ببین چی به نفته. خندیدم و گفتم تو که میگی اختیارم دست نسرینه، از کجا میخوای این همه بیاری و به من بدی؟ از کجا میخوای به من خونه بدی؟ فوری گوشیشو در آورد و به نسرین زنگ زد و گفت نسرین هانیه پیدام کرده، میخواد ازم شکایت کنه، باید یه چیزی بهش بدیم تا بی خیالمون بشه. من نمیشنیدم چی میگن، اما معلوم بود شوکه شده بود. صداش انقدر بلند بود که میشنیدم داره فریاد میزنه. مهدی گفت آروم باش نسرین، واقعیت اینه که یهو باید یه خونه بهش بدیم یا اینکه باید برگردم به زندگی باهاش. نسرین گفت هر چی بخواد میدم که ولت کنه. مهدی گفت هانیه تو برو، من هر چی بخوای بهت میدم. خندیدم و گفتم برم که دوباره بری؟ گفت چی کار کنم باورم کنی؟ زنگ زدم به خاله نرگس و گفتم من با مهدی چند روزی دارم میرم خونهشون، همونجا که آدرسشو بهت دادم. اگه دیدی ازم خبری نیست به پلیس خبر بده. مهدی شوکه و متعجب گفت میخوای بیای پیش ما؟ گفتم آره، تا وقتی که مبلغی که میخوام و نگیرم نمیرم. مهدی گفت نه اصلا نمیذارم با نسرین روبرو بشی، چون نمیدونی ممکنه چه اتفاقایی بیفته، تو نمیشناسیش. گفت بمون همینجا، میرم ازش چک میگیرم و میام. گفتم منم میام. گفت چقدر میخوای؟ بهش گفتم اندازه یه خونه و یه ماشین. مهدی شروع کرد به رانندگی کردن. با هم هیچ حرفی نزدیم و تو سکوت گذشت تا خواست مهدی بره توی خونه. منم رفتم دنبالش توی حیاط و ایستادم. بعد با یه چک به همون مبلغی که میخواستم برگشت. بهش گفتم بیا با هم بریم تا این چک رو پاس کنیم. خلاصه با مهدی رفتیم و چک و پاس کردیم و پول خوابوندم به حساب خودم. فردا شب افتادم دنبال خونه با خاله نرگس، از این بنگاه به اون بنگاه، تا بالاخره تونستیم یه خونه پیدا کنیم و خریدمش. یه ماشین نقلی هم برای خودم خریدم. باقی پول هم گذاشتم همونجا بانک بمونه، اما خاله نرگس میگفت باید از مهدی شکایت کنی. اما من میگفتم آخه مهدی که خودش تنها هیچی نداره،
چه شکایتی کنم؟ هر از گاهی میرفتم سر وقت نسرین و مهدی و ازش یه مبلغی رو میگرفتم. دیگه از همه نظر به آرامش مالی رسیده بودم و دیگه کار نمیکردم. 7-8 ماه گذشت و 1-2 بار رفتم سراغ مهدی که فهمیدم دیگه نه مهدی اونجاست و نه نسرین. دوباره اون دوتا غیبشون زد. منم از اولم حرفاشونو باور نکردم. میدونستم اگه دوستم داشت این کارا رو نمیکرد. لااقل میتونست که پنهونی یه مبلغی برای من بزنه که من محتاج این و اون نشم. هر کاری کرد برای طمع خودش بود، نه حرفای نسرین. اما خدا رو شکر میکنم من تونستم به حق خودم برسم. یکم برای خودم پسنداز جمع کرده بودم. خلاصه که 4 سال پیش خاله نرگس از دنیا رفت. توی مراسماتش یکی از پسراشو دیدم و آدم خوبی بود. اسمش محمد رضا بود. با هم دوست شدیم. ارتباط ما 3 سال طول کشید و بعد از 3 سال با همدیگه ازدواج کردیم. خیلی مرد خوبیه و یه زندگی معمولی و عادی داریم. خب دوستان، اینم از داستان امروز ما. ممنون که تا انتهای این داستان با من همراه بودید.